ساعت 3 صبح من اومدم ترمینال بلیط بگیرم برم یه جای دلم واشه. بیاید با هم بریم. با رفیق جدیدم راه افتادیم و با همین پتو که ایرانو باهاش چند بار گشتم خوابیدم و جیجینگ. من تازه رسیدم اصفهان، خیلی هم ذوق دارم اینجا رو بگردم. بریم ببینیم چیا داره. واقعا دیگه برگی برام نمونده بود. نمیدونم اصفهان چی داره. این نقش جهان و عالیقاپو، این همه هنر و قشنگی چجوری اینجا جمع شدن. انقدر گرممه دیگه، واقعا دارم میرم بپرم تو آب. به یاد قصه های مجید خودم و حسابی خیس کردم و وقتی که کامل خنک شدم رفتم با اسبا پیتیکو پیتیکو کنم و از دیدن این همه قشنگی نقش جهان یه جون به جونم اضافه شد. یعنی یه جوری گرسنمه که خودم هم باورم نمیشه. دارم یه ناهار اصفهانی خوب پیدا کنم بخورم. واقعا اصفهان و بریونیش قبل اینکه بریونی بخوریم با آبشو بخوریم. سوختگیری که کردم راه افتادم سمت بازار و اونجا کلی دوست پیدا کردم و از همه کسبه قدیمی بازار پرسیدم راز موندگاری این همه سالشون چی و همه گفتن صبر و صبر و صبر. خب من رسیدم به یکی دیگه از مقصدهای خیلی جذاب. کلیسای وانک یه نگین وسط جلفاست، انگار یه ترکیبی از هنر و معماری که بعد از این همه سال هنوزم زنده است. دم غروب رسیدم 33 پل، کیف میکنم واقعا، انقدر قشنگه. از تماشای غروب و 33 پل سیر نمی‌شدم. این چیزی بود که به خاطرش بارها و بارها به اصفهان برمیگردم. همینجوری از اون ور 33 پل پیاده دارم میام، میخوام برم پل قاجور و غروب خیلی قشنگه. شب که شد فهمیدم اصفهان واقعا هر گوشش یه اثر هنری زنده است و تماشای این صحنه هزاران بار تقدیم شده. اصفهان از اون شهرهایی که قلبمو توش جا گذاشتم. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید.